پادشاه و مرد اسیر و سخن وزیران. پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد. بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن، که گفتند هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. وقت ضرورت چو نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز. ملک پرسید چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند، همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام و ناسزا گفت. ملک روی از این سخن در هم آورد و گفت آن دروغ وی پسندیده تر آمد مرا از این راست که تو گفتی، که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. و خردمندان گفتند دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. هر که شاه آن کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. بر طاق ایوان فریدون نوشته بود جهان ای برادر نماند به کس. دل اندر جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چه آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک.